یه شعری هست به اسم بوسه. من این شعر رو یک بار سالها پیش روی نوار خوندم و بد خوندم. این شعر باید همونطور که در واقع است یک گفتگوی است میان گوینده و یک نفر دیگه. اون یک نفر دیگه خیلی غصه داره، نومیده، رنج میکشه از اطراف خودش، از فضایی که درش زندگی میکنه و این گوینده سعی میکنه با طرح چیزای انحرافی او را از این حالت در بیاره. بعد شعر از وسط این گفتگو شروع میشه، یعنی در واقع از اواخر گفتگو، مثل همه گفتگوها شده و این گوینده موفق نشده این طرف خودش رو منصرف کنه از این حال احوال. بعد سوالای مطرح میکنه که این شعر از اونجا شروع میشه. گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟ من اون تو نوار خوندم، گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟ از اول کاره غلط خوندمش. گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟ بعد حالا حرفایی که بوده. چشم غمگینش به رویم خیره ماند، قطره قطره اشکش از مژگان چکید، لرزه افتادش به گیسوی بلند، زیر لب غمناک خواند ناله زنجیرها بر دست من. گفتمش آنگه که از هم بگسلند. خنده تلخی به لب آورد و گفت آرزوی دلکش است اما دریغ، وقت شورم ره بر این امید بست، وان طلایی زورق خورشید را صخره‌های ساحل مغرب شکست. من به خود لرزیدم از دردی که تلخ در دل من با دل او میگریست. گفتمش بنگر در این دریای کور، چشم هر اختر چراغ زورقی است. سر به سوی آسمان برداشت گفت چشم هر اختر چراغ زورقی است. لیکن این شب نیز دریایی است ژرف، ای دریغا شب روان که از نیمه راه میکشد افسون شب در خوابشان. گفتمش فانوس ما میدهد از چشم بیداری نشان. گفت اما در شبی این گونه گنگ هیچ آوایی نمی آید به گوش. گفتمش اما دل من می تپد، گوش کن اینک صدای پای دوست. گفت ای افسوس در این دام مرگ باز صید تازه ای را می برند، این صدای پای اوست. گریه افتاد در من بی امان، در میان اشکها پرسیدمش خوشترین لبخند چیست؟ شعله‌ای در چشم تاریکش شکفت، جوش خون در گونه‌اش آتش فشاند. گفت لبخندی که عشق سربلند وقت مردن بر لب مردان نشاند. من ز جا برخاستم، بوسیدم. یه شعر کوتاهی هست مال 4 سال تقریبا.